بچه ها من با اسفنجیم. شاید براتون سوال باشه چرا دکمه هست، چرا موز هست. بچه ها من کلا یه ویدیو ماینکرافتی براتون گذاشتم، اونم تو بدراک بوده، ولی من رفتم تحقیق کردم. گفتم میخوام براتون یه ویدیو خفن بزنم، یه سورپرایز. بچه ها اسکین نداریم تا برای این پیدا کنم. بچه من تونستم جاوا رو موبایل نصب کنم. این موسمه، این هم جاوا دیگه قشنگ. خب بچه ها یعنی میپرسین چرا جاوا، الان منم قشنگ بهتون نشون میدم. بعد بچه دیگه من ویدیو بدراک نمیذارم، فقط جاوا براتون میذارم. این دکمه جاوا. حتما اگر میخواین هم فستیویل کنم هم یاد دادن جاوا رو براتون بذارم، چجوری جاوا رو گوشی اندروید هر کلی هم نسخه داره، حتما سابسکرایبر رو 50 تا برسونین. بچه من این ریسورس پکی تو خود بازی بود، نکنین بچه، خود جاوا ها. الان میرم ثابت میکنم بهتون. یو واتساپ گنج. موس رو برم بچه، موس این گوشه هست ناشش، موس خاموش، موس روشن، موس. بعد بچه میتونید همه تو تغییر بدین، خیلی خفن و باحال این جاوا. برید بچه ما بازی میذاریم کریتیو، صاف میسازیم کریتیو ورلد. بچه اسکین نداریم فعلا، سر اینکه چی میگم بهش، جاواه. بعد یه برنامه خاصی الان بریم، من اولش از لگه وارد بازی میشین ولی بعدن درست میشه. نها کنین الان موز هست من نیست، الان خیلی لگه، یعنی نها کنین از شدت لگی بودن دیگه براتون نگم. بعد مثلا یه نیم دقیقه 30 ثانیه وایسین درست میشه این اتاقا. خب چند منوهای بازی که فهمیدین بازی جاوا. خب اولیش که خیلی ثابت میکنه که بازی جاواه، وید سیاه و توی کریتیو زمت خورن تو ویده. اما بچه این ریسورس پکی زمانی که شما وارد بازی بشین این نیست، فقط کافیه بیاین بازی ستینگ، همین چیزی که میتونید بازی رو پیسفول و هارد کنید و بزنید این گزینه رو نگه دارید، این بزنید روش و ببین اینجا این گزینه که اینجاست و اینو این همین چیزو بزنید روش، این براتون میاد دیگه. اگه این لایک ها هم به 50 تا برسه میذارم، ولی سابسکرایب هم برسه میذارم بچه ها. حتما تا آخر ویدیو ببینین که حسابی که ویدیو کلا ویدیو جواب میذاریم. دومش هم اینه که بچه ها من F4 رو خودم آوردم بزنم من سوروایول کنم. خب بچه ها دیگه دکمه یاد من جای دکمه هم عوض کردم. برای عوض کردن دکمه بچه اون ستینگ بالا نیست ها، باید بزنید کنترل شخصی و اینو میتونید جا رو تغییر بدید، رنگشون کنید. اینجا بعضی موقع باگ میشه بچه ها و نمیذاره ذخیره شما. میکشه به خدا بلد نیستم صدا کم کنم، به قرآن بلد نیستم صدا کم کنم. بابا دارم اذیت میشم، نجاتم بدین، من بلد نیستم. همین جا باید باشه صدا، نگین که صدا. بعد بچه ها یه چیزی بگم پشماتون بریزه،
بیان شما آخرین زبون فارسی رو میبینین، ولی من نمی کنم چون فارسی چه ذره فیلم دادیه. باید نگو اینجا صدایی که من نمیفهمم. من یادم صدایش آسون بود، آسوده آمو همین صدا. این فکر کنم صدایش دیگه دیگه آهنگی. خب وقت دومی بده دارین میبینیم شیشه است که توی دست من اون شیشه رو میگیره. و بچه ها هیچ مودی نزدم برای خود جواه. بچه ها چه بگم شاید باور نیسته، من بلد نیستم مثلا خیلی غریبی جواه بدرو کنم و الان نمیدونم شما الان باید 21 باید. بابا چی کار داری میکنی؟ اونو میزنی. من یادم نی کدومو زدم. حالا بهتر بچه من بذارم یه لحظه برم تو اینونتوری. بچه حتما لایک ها رو به 50 تا برم، خیلی به کمک دو نیاز دارم. این هم از داخل خطمه. و بچه امروز ویدیو نگفتم بگم من جاوا دارم، قرار کریستال پی وی پی تمرین کنم. به به کریستال پی وی پی معروف ترین فایت توی دونات SMP. دونات SMP الان میپرسید دونات SMP چیه؟ معروف ترین که نمیشه گفت، بهترین سرور برای پی وی پی. بفرم داشتم میگفتم بهترین سرور برای پی وی پی دونات SMPه. همون جایی که فهمیدیم ما میتونیم همون وارد دونات SMP بشیم. چجوری میتونیم بریم در همین چی ول کن. وارد سرورهای تیکی مثل تیلکوان همه تون میتونی وارد چه ولی یه ذره دنگ و فنگ داره مثل خود جاواه. خب دیگه قرار هم تمرین کنیم اما نه با اسلایما، قراره با واردن تمرین کنیم. وات بچه این موقعی که این نسخه داره شده و من باورم نمیشه اولین جدیدترین موقع این باشه. شب واسه اینجا واسه اینجا نمیکرد نچو بلاکارو دفعه کلیک کنیم بلاک بزاره نه واسه زدن ما با این برای چی دیگه هم که ثابت میکنه جاوا این نسخه من. این برای که دمت این که من سرش مردم 1000 بار. به نظرم الان نه جزی آرموری بپوشیم که اینجوری نمیشه. هم میگفتم قرار وارد و یه خوبی که جاوا رو بهت کرده میتونی هر چقدر دلت بخواد اکسیژن هم خوب اون دستم بچه اینا برمیدونم آجی در موره بچه شمارتون نشو من اصلا خوب حفظی مثلا میتونه بردارم مثلا نمیتونم حفظی بگم اینجاست این اونجاست فقط اینا رو میدونم که نصف وایت ما اینجاست. و بچه این تخمه چیزی که الان دارین تو اینجا میبینین تو بچه موس رو اینجوری میتونیم بیارین اگه نه برو سر جد. من با موس برترم، من میخوام فولاد روشن دایم
دومین چیزی که ساز کنه جواب ادوانسمنته که همونطور که دیدیم الان ادوانسمنت گرفتیم و شاخداری با یکی راست میتونیم بکشیم. بچه خدایی من تا دیدم انقدر جا و خفنه. بچه حتما اگر آموزشش میخواین حتما لایک ها رو به 50 تا برسونید یا اگه دوست داشتین ساب کنید. خیلی برای ویدیو داریم زحمت میکشیم تا نمیدونه چه بلایی ببخشید نمیذاره چاری میشم. بچه خدایی سابا کمه، خدایی نه لایکی میگیریم نه ساب. اگه اینا ما رو ول کنن ما میتونیم بیایم اینجا F3 و F4. بچه اینم F3 ها. بعد سروایوال رو کنم. یه چی از کاری رو بردن داشتم. اینو میزنیم بیریم در اینجا. اینو برمیداریم. چند تا کدپل خدایی باید برداریم. ای بابا بچه بعضی که این نسخه بعد بچه شما میتونین با دستتون یا با مثلا چی میگم بهش موس و کیبورد خیلی راحت تر با دست بازی کنین. اما من دست پلی‌استیشن 5 دارم که الان خرابه و تا درست نشه نه میتونم بازی کنم توتم بر نه. خوش دادم بابا سریع بود تو ویدیو تا آخر دیدین. بچه حتما اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین. این چیزی که میبینین توی صفحه من شارژ ندارم و حتما اگه بازم ویدیو میخواین تو کامنت برام بنویسین. حالا الان شارژم زایم کرد و خدا حافظ. مرسی که ویدیو دیدین.